سلام، به این ویدیو خیلی خوش اومدید. میخوام تو این ویدیو راجع به دفاع پایان نامه ارشدم صحبت کنم، تجربیاتی که داشتم بهتون بگم. پروسه پایان نامه من اینطوری بود که کلا من ترجیح دادم که با یک شرکت پایان نامه‌مو پیش ببرم. خب میتونم بگم که یکی از مهمترین مزایایی که نوشتن پایان نامه توی شرکت داره اینه که شما حقوق میگیرید در ازای پایان نامه‌ای که جزء درستونه و دارید انجام میدید و مینویسید. اون شرکت به شما حقوق میده. بسته به اینکه اون شرکت چقدر خفنه، چقدر به کاری که شما دارید انجام میدید نیاز داره، ممکنه حقوقش بالا یا پایین باشه. ولی خب یک رنج 1000-1200 یورویی داره، حدوداً شاید کمتر شاید بیشتر، میانگین طوری میگم. قرار نیستش که برای شرکت کاری بکنید یا مثلا مثل یک کارمند فول تایم باشید. به نظر من خیلی چیز باحالیه دیگه. دارید ریسرچ تو انجام میدی، شرکت کلا بهت متریالی که لازم داری رو در اختیارت قرار میده، اطلاعاتو که بهت میدن، درس خودت هم که هست، پولم که میگیری در مقابلش. خب خیلی ایده خوبیه که آدم بخواد پایان نامش رو توی یک شرکت بنویسه، اما همونقدر که خیلی خفنه، پیدا کردنش هم خیلی سخته. دو حالت داره. خیلی از شرکت ها این پوزیشن رو ارائه میدن ولی در مقابلش هیچ پولی به اون دانشجو نمیدن، میگن که خب قسمتی از درسته. ولی ما این رو تضمین میکنیم که بعد از اینکه درس تموم بشه بتونی توی شرکت ما فول تایم کار بکنی. پس اولویت اینه که آدم شرکتی پیدا بکنه که در مقابل نوشتن پایان نامه توی اون شرکت حقوق هم بگیره، که آدم از ترم 2-3 هر چقدر زودتر دنبال همچین پوزیشنی بگرده که وقتی وقتش رسید که بخواد پایان نامش رو بنویسه دیگه با اون شرکت صحبت کرده باشه، موضوع رو مشخص کرده باشن، چون خود همه اینا یه پروسه زمانبریه. اول باید موضوع تایید بشه، باید با سوپروایزری که توی شرکت داری و با منیجر کلیت یا با رئیس شرکت راجع به موضوع مورد بحث پایان نامه توافق بشه که آقا من میخوام مشخصا روی این موضوع بنویسم. باید یه جلسه با پروفسوری که قراره بهش این پایان نامه رو ارائه بدی گذاشته بشه و پروفسور هم راجع به این موضوع به توی تاییدیه بده. پس در واقع یک کم زمان بره. معمولا پروفسورها دیر جواب میدن. هماهنگ کردن با پروفسور کار آسونی نیست. حالا خیلیاشون که 1 ماه 2 ماه طول میکشه جواب بدن، خیلیاشون حالا یکم زودتر، ولی در کل پروسه زمانبری و حوصله میخواد. پس قبل از اینکه واقعا موعد نوشتن پایان نامتون برسه بهتون توصیه میکنم که دنبال این پوزیشن بگردین. خیلی بهتره که زودتر براش اقدام بکنید. میگم بعد از اینکه موضوع مشخص شد، بعد از اینکه پروفسور هم به شما تایید داد، زمان دارید یک پروپوزالی ارائه بدید به پروفسور، بگید با توجه به این موضوع من میخوام این کارا رو انجام بدم و پروفسور بعد از اینکه تایید کرد شما به صورت رسمی آفیشال باید توی دانشگاه ثبت نام بکنید که آقا من از این تاریخ شروع نوشتن پایان نامه‌مو شروع میکنم و از دقیقاً همون تاریخ برای من 5 ماه و 2 هفته فیکس وقت داشتم که سابمیت بکنم پایان نامم رو. زمانش توی هر دانشگاه ممکن متفاوت باشه. بهترین راه اینه که از اون مسئول استودنت سرویستون یا کسی که روی این مسائل به شما اطلاعات میده و اینا، با توجه به اون کل پروسه‌تون رو پیش ببرید. ولی یه چیزی حدود 6 ماه برای پایان نامه ارشد بهتون زمان میدن. توی این 6 ماه شما باید سابمیت کنید. یه تریکی که اینجا وجود داره اینه که هر چقدر دیرتر ثبت نام رسمیتون رو انجام بدید تایم بیشتری سیو کردید. پس لزومی نداره از روز اولی که دارید با پروفسور راجع به موضوع صحبت میکنید هنوز تایید نگرفتید و اینا هول و ولای ثبت نام رسمی شو داشته باشید. اتفاقا هر چقدر دیرتر ثبت نام کنید تایم بیشتری دارید، خصوصا روزهای آخر که باید تحویل بدید پایان نامه رو، نسخه کتبیش رو هم تحویل بدید. اونجا این تایم طلایی که سیو کردید خیلی به درتون میخوره. اون زمانی که دارید صحبت میکنید راجع به موضوع و اینا، از اون تایم خیلی استفاده کنید سر کارهای اصلیتون، سر نوشتنتون. هر چقدر اولش کار رو خوب جمع بکنید آخرش استرستون کمتر. و طبق تجربه خودم و هر کسی که ازش پرسیدم، برای همه تو هر شرایطی اون روزای آخر یکم پرفشار و استرسیه. برای اینکه حالا این پرفشارتر و استرسی تر نشه بهتره که زودتر این کارهای اولیه‌شو انجام بدید. خلاصه بعد از اینکه من با پروفسور صحبت کردم، تایید رو گرفتم، شرکت هم با من اوکی بود، شرکت میاد با توجه به موضوعی که شما دارید بهت متریال میده. یعنی چی؟ یعنی میگه آقا من این اطلاعات رو میتونم در اختیار تو بذارم. به طور مثال ما تا الان این پروسه رو اینطوری انجام دادیم،
تو میتونی سرچ بکنی که این پروسه چطوری بهتر انجام بشه. پس در نتیجه به تو میاد یه اطلاعات اولیه شرکت میده. اون اطلاعات اولیه خیلی به درد میخوره، چون حالت عادی شما باید بری کلی ریسرچ انجام بدی که اون دیتای اولیه رو تازه بهت بدن و وقتی اون دیتای اولیه رو داری خیلی زمان لازم داری که ببینی کدوم به دردت میخوره، کدوم به موضوعت میاد، کدوم میتونه خلاصه بگم اطلاعاتی که شرکت بهتون میده خیلی به دردتون میخوره. و البته اینم بگم باید پروفسورم مجاب بکنید که آقا من مستقیم اطلاعات شرکت رو قرار نیست بنویسم، که قرار این اطلاعات رو اینجوری تغییر بدم. ما به صورت مرتب و روتین هر 2 هفته یک بار فکر میکنم جلسه داشتیم با پروفسور و سوپروایزر شرکت که من بهش گزارش بدم چه کارهایی توی این 2 هفته اخیر انجام دادم. خیلی مهمه که توی اون جلسات نشون بدید که چقدر موتیویتی، چقدر پروگرس داشتی. این بعد به من تو نمرم خیلی کمک کرد، چون جلسه آخر اینطوری بود که مشخص بود که من چه کارهایی انجام دادم، یعنی همه چیز مشخص بود، از پروسه من راضی بود، آخر هر جلسه به من فیدبک اوکی میداد. یعنی اون تعیین کننده است، خیلی خیلی تعیین کننده است. خلاصه البته من خاطرات خنده‌داری هم دارم که الان میذارم براتون اینجا. امروز جلسه آخر پروفسور بود. من ساعت 11:29 فهمیدم که برای جلسه 11:30 لینکشو ندارم. داشتم، نمیدونم چیکارش کردم. بهش ایمیل زدم به پروفسور من پیدا نمی‌کنم، لطفاً برام لینکو بفرستونم. درجا جواب داد. من 11:32 جوین شدم. اومدم پرزنتیشنم رو شیر کردم و به جای اینکه صفحه‌شو بزرگ کنم بردمش توی مود پرزنتیشن و اتومات شروع کرد به رکورد کردن و من فکر کردم پروفسور چون جلسه آخره میخواد رکورد بکنه. یک استرسی گرفتم، گفتم هر چی میگم دیگه باید درست باشه، تو روز دفاع میخواد اینا رو با هم انطباق بده. هر حرف ساده که میخواستم بزنم خواستم بگم آقا 1+1 میشه 2. خودم به خودم پنالتی زدم. نوشتن تمام اطلاعاتی که سوپروایزر شرکت داشت به من میداد راجع به پروسه، من سیر تا پیازش 0 تا 100 رو نوت برداشته بودم. از اون اطلاعاتی سوپروایزرم به من داده بود خیلی کمک گرفتم. چرا؟ چون اطلاعاتشو خلاصه کردم، آنالیز کردم، فهمیدم اصلا از من چی میخواد. توی شنیدن اول ممکنه اصلا آدم نفهمه که بابا طرف از من چی میخواد، رو چه موضوعی من باید کار بکنم. خیلی دقیق بشید روی اینکه دقیقاً از شما چی میخواد. دقیق، مشخص، واضح، آقا این رو از من میخواد. ممکنه اون تاپیکی که به تو میده تاپیکی باشه که خیلی گسترده باشه، ولی لابلای حرفاش و از نیازهای شرکت شما میتونید متوجه بشید که دقیق از شما چی میخواد. این اسپسیفیکلی دونستن این که چی میخواد از شما به شما کمک کنه go to the point، مستقیم اون چیزی رو بگی، اون چیزی رو بنویسی که لازمه، نه اینکه یه عالمه حاشیه بری و یک ریسرچ زرد بخوای تحویل بدی که آلردی توی تمام این ریسرچ گیت ها هستش. پس در نتیجه از تمام اون جلساتی که با سوپروایزر شرکت هم دارید نوت برداری بکنید، دقیق بشید روش که دقیقاً چی میخواد. یه پوینت دیگه که خیلی اهمیت داره، تمپلیت دانشگاه برای پایان نامه است. از روز اول که میخواید شروع بکنید نوشتن پایان نامه رو با تمپلیت دانشگاه پیش برید، چون ادیت کردن اون فرمت، فونت، نمیدونم تایتل، تمام اینا کارهای زمان بریه. چه بهتر که از ثانیه اولی که شروع میکنید بنویسن با تمپلیت دانشگاه پیش برید. این کمک میکنه آخر کار میبینید خب من تقریبا همه کارامو انجام دادم، فقط یه چک نهایی لازم دارم. اگه از تمپلیت استفاده کردید و فقط اطلاعاتتون رو جایگذاری کردید که خب کارتون خیلی راحت تره، یعنی در واقع همه این کار رو میکنیم دیگه. هدف از این کار یه دبل چک نهاییه که مطمئن بشیم چیزی به هم نریخته و همه چی درسته. چون من تمپلیت اصلی دانشگاه توی ورد بود و کاری که من باید انجام میدادم چون می‌خواستم سینک باشم با اون شخصیت توی شرکته، توی گوگل داکس نوشتم که هر تغییری لحظه‌ای اعمال بشه روی فایلم و لازم نباشه که دوباره بخوام نسخه جدیدی براش بفرستم. تو گوگل داکس بنویسیدش حتما. پیشنهاد من. آپشنایی که بهتون میده خیلی خیلی بیشتر و بهترم. و قطعا یک سری از سافت‌ورها بهتون کمک میکنه. AI خیلی میاد توی زمینه کمک میکنه بهتون توی نوشتن، فهمیدن، خلاصه کردن بحثا، اما هیچ وقت هیچ متنی رو از AI مستقیم کپی نکنید. پروفسور، سوپروایزرش، تمام تیم دانشگاه قوی ترین سافت‌ورایی رو دارن که AI دتکتور هستش.
شما از AI بخواید که بهتون یه چیزی رو توضیح بده، فکر کنید، بفهمید و به زبون خودتون بنویسیدش. این خیلی مهمه. اگر پلاگریزم بیشتر از نمیدونم برای ما دقیق چقدر بود، فکر میکنم 20% بود که اون هم شامل اسامی کتاباییه که توی رفرنس زده بودیم، شامل تاپیکیه که ممکنه توی کتاب ها بوده باشه. یعنی بیشتر از این مقدار باشه اصلا مهم نیست دیگه چی نوشتی، کنسل قضیه. خیلی دقت بکنید به اینکه پلاگریزم یا سرقت ادبی رو چک بکنید. هیچ متنی رو مستقیم از AI کپی نکنید. همیشه فهم خودتون رو بنویسید، یا وقتی که از AI میخواید اون متن رو بگید که اینو مثل صحبت یک انسان بکن. چندین بار این رو ازش بخواید که واقعاً به یک چیز معقولی تبدیل بشه. پروسه سابمیت کردن پایان نامه من به این صورت بود که باید اول به صورت ایمیل فایل PDF و پرزنتیشن رو به پروفسور و سوپروایزرش ارائه میدادم و بعد نسخه کتبیش در 2 نسخه، یعنی 2 تا چاپ شده، باید تا قبل از ددلاین من به دانشگاه رسیده بود، امضا شده بود، تمام شده بود، رفته بود. من توی هامبورگ زندگی میکنم و دانشگاه توی شهر کاسله و من این ریسک رو نکردم که بخوام با پست بفرستم به 1001 دلیل که نرسه به اون تایم. That's gone. به خاطر همین من قشنگ حضوری رفتم دانشگاه و امضا کردم. اون لحظه که تحویل میدی، خب امضا میکنی که من فلان تاریخ اینجا بودم، تحویل داده شده و من همین پرسیدم چیز دیگه ای لازم نیست، همه چی اوکیه و بعد برگشتم و من 2 روز زودتر از ددلاین تحویل دادم که خیالم راحت باشه. خلاصه نسخه چاپیش باید تا قبل از ددلاین به دستشون رسیده باشه. این خیلی نکته مهمیه. پرزنتیشن و PDF هم که مثلا همون روز یا 1 روز قبلش میتونید به پروفسور ایمیل کرده باشین. ساعت 5:30 صبح پیش به سوی کاسل جهت تحویل پایان نامه ارشد. دقیقا همین الان تحویل دادم، بعد امضاش کردم، تاریخ رو زدم، خودش مهر زد که تاریخ امروز روش بود